دوستان عزیز سلام، صبحتون بخیر، روز خوبی داشته باشید. چشمای منم از دیروز دچار جوش برق شد و اما صبح اومدیم سر کار، مشغولیم در پروژه‌ای که داریم انجام میدیم و کار رنگامیزی آستر رو دیروز اجرا کردیم، انجام دادیم و الان هم در حال پوشرنگ اصلی مشکی هستیم. کار مشمتال و اینم داداش عزیز ما. آقای سلام علیکی با دوستان داشته باش. روزتون بخیر. دمت گرم. داریم پوشرنگ میزنیم به کمک هم و انشالله امروز تموم میشه و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. روز خوش.